سلام و درود به همه همراهان همیشگی کانال چه خبر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. اما مثل اینکه معلم‌ها درس عبرت نگرفتن و یک معلم به صورت وحشیانه یک دانش آموز رو کتک میزنه. اگه میخواید فیلم این ماجرا و بدونید داستان از چه قرار بوده، حتما کانال سابسکرایب کنید. خب ویدیوی داخل این اینستاگرام اینترنت پخش شده که نشون میده معلمی در حد مرگ داره دانش آموز داخل کلاس کتک میزنه. دوستان من خیلی معذرت میخوام، ویدیو به دلیل نقض قوانین یوتیوب و کودک آزاری حذف شد. اگه میخواید ویدیو رو ببینید داخل دیسکریپشن لینکش هست. مثل اینکه این آقا معلم دینی بوده و خیلی‌ها به همین اعتراض کردن چون معلم دینی بوده چنین کاری رو میتونسته بکنه. واقعا خیلی بده که ما داخل کشورمون چنین رفتارهایی با دانش آموزانمون ببینیم. معلم این دانش آموز هر کاری هم کرده باشه بازم دلیل نمیشه به این صورت این دانش آموز کتک بزنی. یعنی این معلم واقعا مادر خوبی داری. جدا میگم بهت دایی، قدرشو بدون. بسیار آدم خوب، پاک، تمیز، جدی میگم. البته اینم بگم که مسیح علی نژاد که همتون هم میشناسید یک مصاحبه‌ای داشته با همین آقای معلم. بهتره بشنوید. سلام بر شما. من مسیح علی نژاد هستم. بر اساس کدوم حاشیه امن اینگونه دست به خشونت میزنید؟ آیا سکوت دانش آموزها و خانواده‌ها باعث یه دانش آموز سر کلاس از حرفای رکیک استفاده میکنه و هیچ کاری هم نمیشه کرد؟ به نظر شما چه کاری باید انجام داد وقتی توهین به دانش آموز نمیکنه با حرفهای زشت؟ ای کاش این فیلم رو از قبل از اینکه دانش آموز بخواد تنبیه بشه دیده بودید که چه حرفهای زننده و رکیکی سر کلاس به هم میزدن و یک معلم چقدر میتونه تحمل کنه و کاری انجام نده. حالا ما با حرفای مسیح علی نژاد کاری نداریم، ولی دلایلی که این معلم برای کتک زدن این دانش آموز آورد واقعا مزخرف بودن. یعنی خداوکیلی داخل کشیکت هم چنین فنایی نمیزنن به هم دیگه. این معلم داشت میزد. And his name is John C. مثل اینکه این اتفاق داخل شیراز افتاده و روابط عمومی آموزش پرورش استان فارس به رسانه‌ها در ایران اعلام کرد که ضمن تایید محتوای فیلم مذکور با معلم برخورد خواهد شد. یعنی امیدوارم یه روزی به دانش آموزانمون که آینده این کشور هستن بیشتر بها بده آموزش پرورش. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه بودید. اگه دنبال اخبار و حواشی روز هستی یه سر به کانال بزنید و کانال سابسکرایب کنید.